طبق اطلاع پیشکی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در نتیجه زمین‌لرزه شب 23 مارس سال 2023 سه ساکن نوحه کوهستان مشچو از جمله 2 مرد و 1 زن جراحت سبک برداشتند. همچنین در این آفت طبیعی 14 سر چروای کلان شاخدار، 52 سر گوسفند و 2 اسب نابود شدند. در قلمرو تاجیکستان شب و صبح 23 مارس ساعت 01:07 دقیقه 2 زمین‌لرزه به قید گرفته شد. مرکز هر دو زمین‌لرزه در 6 کیلومتر شمال دهه پلدارک جماعت دیوت لنگر نوحه کوهستان مشچو ولایت سوخت واقع بوده است. برای رفع عاقبت‌های این آفت طبیعی یک کمیسیون جمهوری تحت رهبری سروزیر قاهی رسولزاده تشکیل شده است و رسولزاده روز 23 مارس از مکان‌های ضرر دیده در نوحه کوهستان مشچو دیدن کرد. بیشتر خسارات در 6 دهه نوحه کوهستان مشچو، پلدارک، پکشیف، دشت میانه، یرم ده مناره و راخ ثبت شده است. ساکنان از ویران شدن صدها خانه و بناهای یاری رسانه چون عاقل و انبارخانه خود خبر میدهند. بنا به اطلاع خبرگزاری از پلیس بر اثر این آفت طبیعی همچنین دهها خانه و بنا در نوحه‌های وادی رشت ویران شدند. گفته می شود که همچنین بر اثر زمین‌لرزه 27 بنای استقامتی در دهه پرواغ، دوبه، سر دشت و تکوبه جماعت دیوت تکوبه نوحه رشت قسما ضرر دیدند. همچنین در دهه تگرم جماعت دیوت میرآباد نوحه نورآباد 2 بنای استقامتی خسارات جدی دیده، 10 بنای استقامتی، 1 مؤسسه تعلیمی و بنای حکومت نوحه قسما ضرر دیدند. در نوحه سنگوار در دهه فرچنگ جماعت دیوت طویل دره 1 بنای استقامتی قسما آسیب دیده است. این در حالی است که بنا به معلومات فوری جمعیت علل حمل تاجیکستان که روز 23 مارس سال 2023 در صفحه‌اش در فیسبوک ژورنالیست نظرعلی پیرنظروف نشر کرد، در نتیجه زمین‌لرزه‌های شب و صبح 23 مارس در نوحه کوهستان مشچو بیش از 700 خانه و بنا ویران شده، بیش از 120 سر چاروا نابود شدند. یک ساکن پلدارک نیز در صحبت با رادیو آزادی از ویران شدن 300 خانه و انشاءات در این دهه خبر داده است. اما این همه هنوز تن و خرابه‌های تصدیق نشده است. مقامات رسمی درباره حجم خسارات هنوز یگان معلومات نهایی ندادند.